خوش اومدید به یه قسمت دیگه از برنامه میکروفون باز. مهمون این قسمت برنامه‌مون پدرام سازمانیه که عضو هیچ سازمانی نیست. پس اگه آماده اید بریم که برنامه رو با هم شروع کنیم. فقط قبل از شروع برنامه لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. ممنون. پدرام پزشکی نژاد متولد 4 آبان 71، یکی از قدیمی‌های رپ فارسی از دوران CD و گیم نت تا استیج و استودیو. با عشق به میکروفون و سختی بزرگ شد، با صداقت نوشت و با دل خوند. یه صدای اصیل از نسل خیابون، یعنی پدرام سازمانی. خب پدرام جون خوش اومدی. چاکریم. خیلی لطف کردی به برنامه ما اومدی. فدات شم. عالی. چاکریم. اگه صحبتی داری با بیننده‌های عزیزمون با بچه‌ها. سلام دیگه. فقط سلام. سلام علیک. عالی. خب پدرام تو متولد آبان 71 درسته؟ کی گفته؟ 71 چه خبره داداش؟ پس چه سالی؟ 81 91. باریکلا. جوونیم بابا. متولد آبان 71 از همون اول شروع رپ فارس بالاخره بودی تو این قضیه. اصلا از همونجا که به دنیا اومدم تو رپ بودم دیگه کلا. چی شد اصلا اومدی بیمارستان کامپتون؟ انگیزه چی بود اومدی سمت رپ؟ والا ببین من کلا خانواده‌مون یه جوریه که همیشه بچگی موزیک و مهمونی و آهنگ و فلان و اینا بوده. خب بعد آهنگایی هم که میذاشتن حاجی مثلا مثل چه میدونم لیلا فروهر رو نمیدونم شهره و اینا همش هی تکرار داشت دیگه، هی کورس بود میگفت یه بام و دو هوا، هی اینو میگفت هی. بعد من دیگه یه جایی به بعد رد میدادم، گفتم بس دیگه بابا یه ذره نوآوری، یه خط نوشتی تا میگید فلان. دیگه رفتیم یه سال از طرف کلاس زبان بود، بچه بودیم، رفتیم سمت تنگه باشی و یکی از بچه‌ها اومده بود با گوشیش این رپ میذاشت و اینا، بچه‌ام بودیم، گفتم چه باحال این بالاخره عوض کرد شعر رو یه جا، میدونی. بعد از اون حالت تکرار آره خوشم اومد و دیگه پیگیر شدم و بعد دیگه دیدم چه باحال منم میتونم. بعد بچگی هم یه عادتی داشتم، مینوشتم شعر میساختم، مینوشتم. من احساس میکنم اصلا باید تو خود آدم باشه از اول. آره دیگه باید استعدادش باشه تو خود آدم. یه دونه کتاب حافظ دارم هنوز هست، شعراشو زیرش مینوشتم، مثلا همونو با یه قافیه و یه داستان دیگه مثلا مینوشتم. آره ادیتش میکردم حافظو. خب پدرام کجا بود که اصلا با رپ آشنا شدی؟ خب داداشت دیگه کلن ای کانتر و بازی‌های کامپیوتری و پر رو پلیر و اینا دیگه. بعد اون موقع بچه بودیم، گیم نت میرفتیم، کلن ای هم بودیم ما. کلن ای بودیم و فلان، خیلی مثلا چغری و تیم داشتیم و اینا، میرفتیم بازی میکردیم، خیلی جدی بود برامون. بعد یه روز رفتم گیم نت و دیدم که علی ساتراپ اونجا نشسته. اون کاپشن پلنگی هم که تو اون عکساش همیشه بود، کاپشن سبز اون تنش بود. و بعد اصلا اینجا هم خیلی چاکریم آقا. علی ساتراپی که سمت بچهای پاسارگاد و عراق و گروه پاسارگاد بودن و خیلی قدیمیه. بله. گفت من حالا فامیل هیچ کس هم و فلان و عکساشون خب ما دیده بودیم و اینا. بعد گفتم که آجی داری می‌نویسی اینا؟ منم می‌نویسم و اینا. یه تکست نوشته بود درباره اهرام ثلاثه مصر. خب خیلی باحال بود اون موقع، مثلا اینو خوند برام و من کف کردم، گفتم حاجی منم می‌نویسم و اینا. بعد گفت فردا بیار تکستو. بعد من یه دونه نوشته بودم قشنگ یادمه، اون موقع زیر تکستام می‌نوشتم تیرکس. آره لقب تیرکس رو انتخاب کرده بودم. تیرکس آخه یه دایناسوریه که همه دایناسورا رو می‌خورد دیگه. اسم دایناسور اومد تو ذهنم. آره بعد نوشته بودم بردم براشو، چه استعدادی داری و فلان. آره یه دونه این 66 کتلت هم نبود، شامی بود تقریبا، گوشی‌ها بود اون موقع، اینجوری برمیگشت، اوج تکنولوژی بود. آره کمرش برمیگشت، همونا داشت دیگه، عکساشو آورد نشونمون داد و هیچ کس اینا. خیلی اون موقع خب چیز بود دیگه، خیلی سال پیش بود، فکر می‌کنم 84 بود، 83 4 اینا، راهنمایی بودیم دیگه. پدرام یه سوالی واسه من پیش اومده، از اون موقعی که کف خیابون فری استایل می‌کردی تا الان که موزیکت استودیویی شده، تو خودت چقدر تغییر دیدی؟ تو خودم یا تو خودت، تو کارات، جهان اصلا بخوایم بگیم؟ جهان دور و برت. ببین تو هر دوره‌ای تو زندگیت یه جهانی رو داری تجربه می‌کنی با رنگ و بوی خاص خودش. من رنگ و بوی اون موقع رو خیلی واقعی‌تر، خیلی میدونی تو تازه قدم به یه دنیای ناشناخته‌ای داری میذاری،
خیلی باحال بود که مثلا میرفتیم تو پارک فری استایل میکردیم، بعد خیلی ارق داشتیم که دعوا میکردیم. مثلا من یه مدت مثلا چک و چک کاری مثلا چاقومو وا میکردم فری استایل میکردم. بچه‌ها میگفتن این بابا آره، گفتم بیا بخونیم فلان. بزنم به تخته اصلا نمیدونیم چی به چیه وقتی با یه خورجی یارو همه رو میکنه. اون خیلی حال و هوای خیلی رویایی و خیلی خفنی داشت، ولی خب الان کار حرفه‌ای تره نسبت به بالاخره اون ارتقایی که شخصیت آدم پیدا میکنه. اون شما ایرانی‌ها چی میگید؟ ما میگیم پرسونال OS. به خاطر همین الان خب اینجوری خیلی قشنگ‌تره برای الان. پدرام توی نظام آباد بزرگ شدی؟ آره، بچه اون طرفاییم. بچه اون طرفایی. آره. بعد اون بچه محلات تأثیری روی کارات اون موقع گذاشته بود؟ اون موقع بچه بودیم. خب دیگه یواش یواش دیگه داشتیم مثلا دیگه می اومدیم که دیگه شلوغ کنیم و یه ذره ما هم به قول گفتنی ما هم هستیم دانلود شیم. دیگه رفتیم سمت قاسم آباد و دیگه نارمک و رفتیم هی بالا و فلان و اینا. ولی دورانی بود که ببین تو اونجا یه چیزایی یاد میگیری واقعا. کسی که مثلا مثل تارزان تو جنگل بزرگ میشه یا اونی که مثلا مثل گارفیلد مثلا تو فرق میکنه دیگه. تو توی شرایطی قرار میگیری، آره یه جاهایی باید بیان ژن کنی، میدونی باید یاد بگیری که مثلا یا باید پرواز کنی یا باید تو 15-16 نفر رد چی بری، کوچه بنبسته جایی نداری بخوای دنده عقب بری دیگه. این چیزا آدمو اگر آدم بخواد ازش توی اون نکات مثبتش بهره گیری کنه، استفاده کنه، نمیای یاد بگیری که 15 نفر رو تیکه پاره کنی، میای یاد میگیری که تو شرایط سخت چجوری مغزتو کنترل کنی، چجوری حرکاتتو کنترل کنی، پیش بینی کنی، راه حل رو پیدا کنی. یعنی اگه بخوای ازش استفاده مثبت کنی این شکلی میشه. درست. ولی اینکه من دنده عقب ندارم و من دعواییم و یا سر کوچه تیزی بکشیم 23-4 سالگی اینجوری بودم. اون آره دیگه الان دارش گذاشته. تقریبا اون موقع 22 سالگی این شکلی بودم. محل می‌بستیم. رفتیم سمت سبلان. اونجا من خیلی شانسی من بچگی مثلا عشق میکروفون داشتم دیگه. میدونی میگم باید توت باشه. حتی مثلا میرفتم مسجد، میکروفون مسجد رو برمی‌داشتم. خیلی بچه که بودم مثلا دفتر بودم تکبیر رو به من یاد بدید، من تکبیر میگم ولی میکروفون. آره یه دفعه هم گفتم شادی روح امام زمان صلوات کردم مسجد رفت تو هوا. من نمیدونستم اینا دارن چرا میخندن. به خدا اینجوری بودم که چرا خب من چی گفتم؟ همه مسجد. بعد تو مدرسه هم مثلا همینجوری بود دیگه. به خاطر اینکه میکروفون گذاشته بودن من رفتم شعبده بازی یاد گرفتم که یه آیتم به من بدن من به میکروفونه برسم. آره عشق میکروفون داشتم. اومدن تو مدرسه‌مون یه چیزی گذاشتن که آقا می‌خوایم گروه سرود و فلان. گفتم سرود باشه، داش میکروفون هم داره دیگه. سری پریدم وسط و یه استادی اومده بود اونجا، استاد خباز، ما پسرش رفیق بودم، همکلاسیم بود. همانا و چند سال من رفتم دف زد. بعد دفم بیت داره دیگه، یهو منو گرفت. هی چیدمان هایی که از آفرینشم توش دنبالش بودم هی یکی یکی میومد. دفعه یهو گو بوم بابو بودم واه عجب بیت خوبی داره این. بعد گفتم من میخوام اینو یاد بگیرم. گفت باشه بعد بیای مثلا آموزشگاه و فلان و اینا. پا شدیم با بابا اینا رفتیم اونجا و گفتش ببین ما اول یاد میگیریم که بعد چی بزنیم. گفتم دف. گفت نه ما خودمون رو اول میزنیم. بعد شروع کرد نوت زدن با دست و پاشو. بعد گفت اول باید ساز مادر تنبک رو یاد بگیری. دیگه من چند سال افتادم تو ساز تنبک و دف و ناقاره و دایره و تمپو، سازهای کوبه‌ای و نمیدونم سازهای ایرانی. آره میکروفون، اسیر میکروفونم من پسر. مثلا میگم دیگه تو اسیران میکروفون رو بده من، اینا دریوری چرت و پرت. الان وسط میکروفون بازی. میکروفون باز اومدیم عالی وسط میکروفون باز. بیا چیرز من. راستی پدرام به سازمانی جایی وصلی؟
سازمان حمایت. آخه لقبت سازمانیه؟ آره، سازمان حمایت از امور سازمانی ها. حالا داستان این لقبت چیه؟ انقدر بی وجدانا دیدن من یه کار خوندم، یه سری کار کلمه، بعد این حالتی بود که مثلا عمویی خودت برو پاکش کن. بدو حواست اینجوری باشه. تقریبا یه همچین حالتی بود مثلا پسر جان ادامه نده این مسیر رو مثلا. خب منم یه آدمی هم که الان شاید حالا خیلی بروز ندم، ولی همیشه خیلی درونی و خیلی به قول گفتنی دلسوزانه، چه نسبت به رفیقم، چه خانواده، چه جامعه، همیشه اون حالت احمقانه دلسوزانه رو آدم نباید داشته باشه. من زیاد دارم. خیلی همون اینجوری. خوبه. چرا باید؟ نه نمیتونی بگی خوب نیست، ولی خوبم نیست. ولی خوبه. آره. بعد میخوندم آهنگای خیلی سنگین و داستاندار میخوندم و اینا. بعد اونو میبینن یارو تا کجاها رفته. یا مثلا تو اگه حالا از اون دوستایی که خیلی سال پیش منم مثلا حالا پیگیری کردن، کارا رو فالو داشتن، مثلا پیجا رو اینا رو دیدن دیگه، من چقدر میومدم یه حساب میکروفون رو وا میکردم، وحشی میکروفون باز. الان مثلا نمیدونم این امیرحسین قیاسی و این علیزیا و اینا حالا معلوم نی به کدوم سازمان وصلن، میان راحت خیلی چیزا رو میگن. اون موقع تو یه سری چیزا رو خیلی مثلا بلک چی میگن، رد فلگ میگن، چی میگن، خط قرمز بود اصلا. بعد سازمانی چند تا معنی داره. ساز خودش چند تا معنی داره. مانی خودش چند تا معنی داره. مانی یا میگه مثلا تو برای ما مانی که جانی و روانی و که آنی. آره فردایی تو بشه. بعدش هم خود ساز زوره از ساختن سازش کلا یه لقب چند وجهیه. من عاشق چیزای چند وجهی ام. مجهول و آره من یه دونه بحر طویل، دقیقاً یه دونه بحر طویل من چند سال پیش نوشتم، میگه من دست خودم نیست که سرم رفته و یک گوشه برام مونده، دهن دره، مخم پیچ و کمر دشته و یک سوز بازم تو دل. اوه چی گفتم، بحر طویل کف بزنی چون پدی مثل ببر کمی. اینجوریه داستانش. دوست دارم چند وجهی باشه. آره چیکار کنیم رضا؟ شروع کن. شروع با خودته. هر کی تک بیاره شکل عروسک بیاره. امروز هستیم با پدی پلنگ. بریم پس تو کارش. دست خوش. پیتوک شد؟ آقا من به پیتوکت اینجوری بیشتر معتقدم. منم به پیتوک شما احترام میذارم. حالا اگه بشه. من به خدا بلد نیستم. ببین من قبلش ازت درخواست کرده بودم که نه خبری نیست. به روش میمون مست. حالا اینجا شدیم داستان. اینجوری بخوای چیز کنیم مورتال کمبت شرطی. و پدرام ساز مانی. ساز چه مانی؟ ساز مانیای مالی خولیایی بود که اسم تو آدم گوش میده فکر کنه اداری. انسومانیا. پدرام اداری. آقا این یه شایعه است کلا. سازمانی خب مربوط به هیچ سازمانی نیست. خب داستان اینه که ساز و مانی خدا خیرت بده. اینو خیلی حالا مثلا میپرسن یا مثلا کسایی که میگن آقا این داستان اسم چیه مال کدوم سازمانی ها؟ یه سری یه مدت اصلا چسبیده بودن بهم که تو اصلا اداره ای و فلان. هر کی اینو باشه اینجوری کن. همون 25 الف مرکز حفاظت شهرداری. رضا چیزی چسبوندی زیر این میزه بردی؟ نه بالاخره مرسی. آره نه من نیکوتینم پایینه. اوه رضا چه خشم رایزت. من احساس میکنم که یه تو بیلیارد حریفت نشم مجبورم دیست کنم. آقا بیت دومت با من ها، حواست باشه. بیتشو خودت باید بزنی اصلا. همون دیگه ببین واقعا دارم اینو اگه نزدم چه بد لانچ کرده. اسمایت دیسکو که اومد بیرون. صندلی ماشاءالله. رفت ای تو ببین رفت آقا رفت.
ایت کارو خراب کرده دیگه. ببین میگن آره بازی من اصلا زود تموم شد. ضمیر 8 به علاوه باریک. ببین زدم یه جوری که اینا هم در بیاد. اون کارو در آوردی. سالیمان که داداش شماخر بود کارو در آوردی. ایت دیدی؟ نه دیگه انگلیسی مگه بازی نکردی؟ روسیه. من از بچگی کلا کارهای خطرناک رو دوست داشتم دیگه. این کار خطرناکی بود واقعا. دنبالش بود از اول. آره هی دیدم بزنم ایتر رو بره تو رو مخم. ADHD دارم رو مخم. خلاصه که اصلا اون جاش معلوم با بیتساز جماعت در خب پس یکی تو پخش ما میکنیم. موقع تو شاولین که بودیم صبح اینجوری شوامون رو گچکاری میکردیم که تو همه برنامه ها رضا بازی میکنه با مهمونا. بازیکن ضعیفتر نداشتید؟ مجبور نیستی ولی من مجهول بودم قبلا. باریک. پدرام سازمانی تازه داره گرم میشه. آره من وارد سازمان 500 سال بازی نکردم. باریک. زدم. باریک. این میره بچه‌ها به نظرتون؟ 2 تا داری باشه. جلوش بسته بود. نه دیگه خیلی چیز بود. دیگه داشتم میرفتم واسه شاولین و تمرینای سنگین که ها نه استرس گرفتم جلو پدرام. فقط هادی اون گلایی که من زدم هم بذاری یا دیدی؟ گلایی که من گولا گل با گل. آقا اینا که تو حساب نمیشه. داداش جلوش بسته بود مجبور بودم پرواز کنم. ای بابا پیتوکه این اتماشون بخوره به هم نخورد. چقدر دقیق چقدر حساب شده. وات چه تمرکزی. چیکار کردی؟ اوه 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 ماه تولدش هست چی تو روز تولدش هم سال تولدش هم هست. راستی امروز چیت کردی؟ امروز تولدمه داداش. چیت کرده بودی. من یه مسئله راستی یه چیزی تو دستت دیدم پدرام. اون رینگت اسمارت داستانش چیه؟ کاری هم میکنه؟ این؟ آره. این آجی حقیقتش کاری آره یه سری کارایی‌ها داره. حالا اسمارت دیگه هوشمنده ولی واسه من حکم یه درس عبرت رو داره. عصبانی شد پدرام اون میره تو پیتوکتا. سوراخ دیگه. مجبورم پرواز کنم. این یه موقعی آدم تو زندگیش به یه تجربیاتی میخوره که فقط باید بگی جالب بود. تجربه کردم جالب بود. بسیار عالی. در لحظه رضا چیشی رو میزنی تو داداش؟ چیشی زنی داداش؟ همه رو زنی که ببین داره تراش میده. میخوام سالاد درست کنم. بکوام بشق ناصر الکی مثلا. اوه باریک. نشد. رفت. مرسی باریک. مرسی از کائنات. باریک. مرسی از ولی دیگه ماکسی الان داداش. الان رضا پیشروی او میاد. الان دیگه ماکسی. کائناتم. تنها راهت همینه. باریکالله. پیتوک هم نداد. حلال olsun. ماشاءالله. نباید انقدر محکم میزدم. خب یه ذره دیگه بابا این چه الان چیه این؟ قشنگ بود. برسیم دیگه ماسک هم نبار. با توجه به اینکه تو 3 تا داری 3 ضریب به توان جذر 51 این نبین. رولکسیشن. ماشاءالله. این زبونه خیلی مهم بود. آره. نباید محکم میزدم. نه دیگه ول کن دیگه. نه دیگه تو میخوای من ببازم. چرا پدرام کند کاری؟ چرا؟ پدرام جمشیدی بود رو مقناطیس برق رفتن گفت. آره. ببینم
خب نه 1/3 میزه دیگه میدونی؟ دست نمیزن بابا رضا بریم درست کمبت نیست آخه سری قبلی هم به ناحق اینجا بازم وسط افتاده محکم کوبید. مرسی بچه‌ها مرسی ماکس ببین دیگه بالاخره محکم زدم که چیز نشه 1/3 خالیه میزه 1/3 خالیه باید بزنه فرق نمیکنه یک نه دیگه تا ناقص اینجا همون سیه. نصفه آقا اینه. قشنگ مساویه ببین 1 2 3 2 3 4 5 6 درست شد نمیدونم بباختی بابا این ایته با ما مشکل داره اون بچه‌تی ماشاءالله من به خودم باختم ولی رضا خیلی خشنه نه رضا همه رو داره میزنه. خب پدرام خاکستر روشن چی شد راستی؟ خاکستر روشن 2 ما لطف کردن بچه‌ها ما رو دوست داشتن تو آلبوم هستیم. حالا یه ذره آلبوم اومدنش مثل این که چون بالا خود بچه‌ها هم خیلی روی کوالیتی و خیلی روی اون نامبر وان شدن کار تاثیر دارن. من خودم بیشترین چیزو میدم که اگه یه مقداری طول کشیده به خاطر همین داستانیه که میخوان آس بیاد بیرون. آره ولی خب هستیم. آره یه ورس خیلی سمی هم خالی از لطف نیست، خیلی کار باحالی. آره اینجا دارم با سینا آره یه کار خیلی خوب داریم، خیلی خفنه دیگه. آهنگ شیطان بیدار شده برداشتای زیادی داشتش. با چه ذهنیتی نوشتی این ترکو؟ با چه ذهنیتی نوشتی؟ راستشو بگو. خدا شاهده اگه ببین شیطان بیدار شده بخوام برات بگم داش کار هر کسی نیست. نیست واقعا، به خاطر اینکه تو باید پارشی، باید شب بیدار بمونی، باید خیلی چیزا که خیلی هم میترسن رو بری تجربه کنی، خیلی باید بری تا آفرین ریاضت بگیر. آره بعد تو باید اصلا توی مرحله‌ای قرار بگیری تو زندگی که تصمیم بگیری که آقا من دیگه رسیدم به ته جهنم، میخوام ریاضت اصلا بکش، اصلا دیگه خوشم اومده بسوزون. نمیدونم اینایی که حالا خودزنی میکنن ما هم بچه بودیم یکی دو بار اداشو در آوردیم، زشته دیگه که چی مثلا خودت میذاری چی رو ثابت کن. شیطان بیدار شده یه کاری بود که از دل میومد دیگه، به خاطر اینکه من خیلی تجربه‌های حالا غیر ارگانیک و خیلی تجربه‌های بچگی وقتی که آره ببین رپر کلا اصلا باید میدونی سختی کشیده باشه تا بتونه از دل بخونه، از چاکرای چهارمش بده بالا. آره به خاطر این حالا اکثرا اونایی که خیلی دل سوخته ترن بچهای طلاقن مثل حالا ما، یا چه میدونم سختی‌های زیادی کشیدن دیگه. بعد تو وقتی سختی میکشی دراک میزنی شهودی میشی، یه مقداری فازای مثلا غیر از دنیای فیزیکی و اینا رو میری دنبالش، خب در نتیجه 100% دنبال یه سری چیزای دیگه هم میری دیگه و حالا یه سری نشونه‌هایی رو میبینی یا تو اونا رو نشونی تلقی میکنی سمتش میری. ولی من خیلی تجربه‌های باحال و غیر قابل باوری داشتم. 2 تا ترک هم دادم، یه دونه بنفش بود که پخشش نکردیم هیچ وقت. چرا؟ داستاندار بود، میومدم با یوفا میبردنمون. اینقدر داستاندار؟ آره بابا من یه دونه خواب نوردیای خیلی سمیه حالا. آره دیگه بعد آهنگ شیطان بیدار شدم خیلی دیگه دلی بود دیگه، که اون بازخوردی هم که داشت خیلی باحال بود، چون باز دوباره همون داستان چند وجهی شدن است، هر کسی اون برداشت خودشو گرفته بود. من خیلی این برام گوش میدادم، خیلی حال میکردم. ترکم پخش شده بود و بعد از مدت آره گوش میکردیم. خب دروغ چرا آدم میخونه حال کنه، مثلا اینایی که مثلا میان نداشت من مست نمیشم، خب غلط میکنی پس میخوری، خب چرا آدم دروغ بگه، حال میده دیگه 100%. بعد تو اون دوران و اون سن و سال و اینا هر کسی برداشت خودشو داشت رضا. یعنی یه جوری بود که مثلا یکی نوشت اومده بودن کپ تو اون چیزای پیجشون مثلا نوشته بودن شیطان بیدار شده، چی میگن اسم خوبی داره، بیو ای پیجشون و اینا، بایو تکنولوژی و اینا. بعد من بایو دنس رو میدونم، من بایو من با بایو هم ندارم.
بعد یکی میگفت مرسی که شیطان درونمو یادم دادی بیدار کنم، یکی میگفت مرسی که یادم دادی شیطان درونمو بشناسم کنترل کنم. میدونی این دوتا دیدگاهی که هر کدومش مثبت رفته. منم دقیقاً همین بود مثلا ایده‌ام که من دارم اون چیزی که واسه من اتفاق افتاده رو میگم و اون چیزی که واسه من اتفاق افتاده یه وجه نداشته، چندین وجه. حالا آخرش هم میگم اینا واسه یه نفر اتفاق افتاده و داره واسط میخونتشون. آفرین. باریکلا. پس شدی معلم، ناخواسته شدی معلم. ببین معلم بودن به شرط اینکه تو چیزی واسه این که به کسی یاد بدی و داشته باشی بد نیست. اون چیزی که تو ذهنت بوده رو تو اون ترک یاد دادی. آره من مثلا نمیام خودم رو تو جایگاه یه معلم بذارم بگم من استادم فلانم، ولی خب شاید کار یک معلم رو به خوبی انجام دادم، حالا خواسته ناخواسته. آفرین. یا حالا با یه نیت خوب. آفرین. از دژ رکورد بگو، هنوزم باشون در ارتباطی؟ دژ رکورد که چی بگم، خونه دومه. دژ رکورد ما فکر می‌کنم همون ولوش شیطان بیدار شده بود و یه ذره بعد اون بود. اصلا اولین بار که من تو اینستاگرام نصب کردم و گفتم به داستانش جایی نگفت. با کردم اینستاگرامو، بعد گفتم مثلا این بعد پست بذاری. یه اسپیکر داشتم کار چیز بود، شهر من بیماره رو همینجوری خوندم و لخت نشسته بودن رو تخت، یه دونه کلاکپم همیشه تو خونه کلم بود. خوندم یه بودم 6000 تا 7000 تا این ور اون ور میذارم فلان. و گفتم اینجوریه اینستاگرام. پس ما تو خیابون و اینا میشناختنمون، بالاخره رپر مثلا استریت بودیم دیگه، ولی داستانش یه جوری بود که مثلا خودم کلکوپرم ریخته. مثلا اولین بار که لایو گذاشتم حاجی من مثلا نمیدونستم این گزینه مثلا لایوه، مثلا این زنده زدم یه بودم مثلا 800 نفر 1000 نفر بودم، 2000 نفر فرشمون رو دیدن، خونمون رو دیدن، لو رفتیم همه چی. واو شدی. آره مثلا تمام اطلاعات شخصی مثلا زندگیمو دارم، مثلا 2000 نفر یهو سری قطعش کردم. ترسیدم به خودم کلا. آره گفتم نمیشه که بالاخره هر چیزی بالاخره پرایوتی داره. بعد دژ رکورد تو اینستاگرام ما هم رفیق شدیم، فوق العاده بچه‌ها. یعنی من اون آلبومی که اون میکس اپی که اونجا جمع کردم اون چند سال الانم خب بچه‌ها خیلی با هم رفیقیم، هم دیگه رو حالا چون دیگه سخت شده خیلی، بالاخره هر کسی گرفتاریای خودش داره. می‌بینیم حسین و بچه فوق العاده، اصلا داداش واقعی. و دژ رکورد یه استودیو فوق العاده تجهیز، اون موقع که هیچکی نمیدونست مثلا فلان میکروفون چیه، میکسر مثلا میز چیه، رک چیه، فلان چیه. پس هنوزم هم مسیرانو دارن کار آره میکنن. ما اون آلبومی که اونجا جمع کردیم یه دوران فوق العاده ای بود. هاتف که بچه‌ها که حالا الانم خیلی فعالیت موزیکی نمیکنه ولی فوق العاده کار درست با حوصله. بچه‌ها اصلا فقط فکر این بودن همه که آلبوم به مثلا نحو احسن آماده شه، هیچکی اصلا تو فکر هیچ چیز دیگه ای نبود. آقا مثلا این انقدر هزینه داره، اینجوریه، نمیدونم این تجهیزات، الان ساعت اینه، الان مثلا استراحت، من خستم. من دیگه میکسمنایی که با من کار میکنم میدونن من کابوس میکسمنم. 19 بار شاید مثلا بگم این باید عوض شه، اون چیزی که دلم میخواد باید نشه. و خودمون میکسمنم حتی حال میکنم، این ارتقا پیدا میکنه. واقعا از این کارا نمیکنی ها؟ قول نمیدم. آقا من الان دارم میگم با من از این کارو بکنه نداریم از این داستانا. دژ دیگه یه جوری بود که اصلا حسین کلید میداد به من دیگه، میگفتش برو دیگه رکورد کن دیگه. من همکاریا پس فوق العاده بچه‌ها داداش دیگه، داداش قشنگ داداش. راستی یه فیتی هم با گاتپوری داشتی که کنسل شدش. نه ببین صحبت کرده بودیم ما، خب کارهای هم دیگه رو استوری می‌کردیم و مثلا بالاخره تو اون اینستاگرام رفیق بودیم، صحبت می‌کردیم. بعضی موقع دل و قلبه مثلا میدادیم. آقا مثلا هیپاپولوژیست هم بود، خیلی از بچه‌ها مثلا بیا استوری میذاش کار جدیدش، ما یه قلب می‌فرستادیم، هم تو یه لول. خب بالاخره با هم دیگه تبادل داشتیم، خیلی کم و حالا جزئی هم بود. بعد یادم پیشنهاد خودش بود یه که یه دونه کار ببندیم،
بعد گفتم که مثلا چجوری و فلان و اینا. من اوکی بودم چون به عنوان اینکه یک رپر خوبی رو مثلا باش رفیق شده بودم گفتم خب این خوب میخونه خیلی باحال، کارش هم واقعا خوبه، حالا جدا از یه سری ترکایی که من نمیپسندم کارش خوبه دیگه. بعد من میخوام ترکیه و فلان و اینا دیگه کنسل شد. چند سال پیش مثلا با امیر خلوت هم این داستانو داشتیم یا خیلیه دیگه که آره مثلا داستان چیز خاصی نبود. نه یهو تصمیم مثلا میگیرن که یه کاریو یه جور دیگه ببرن جلو و آره عوض شده. دمشون هم گرم، جاهای خوبی هم هستن، حال میکنم. اسم گادپوری اومد، ازت دعوت میکنیم خدا وکیلی نه یا اینطور جا باشی. آره بچه‌ها میگم خیلی جزئی بود آشناییمون، در حد چیز بود، ولی بچهای خوشدلی ان. خیلی من لش نیستم دیگه، مثلا فاز اسنوپ داگ نه که خواهی یه ذره بیام بالاتر راحت باش، مطمئنی تعارف نکنم. نه داداش تعارفی نیست. آره داشتم اینو میپرسیدم وقتی فرشاد فور لایف و حالا بقیه به کارات ریاکت نشون دادن. فرشاد اینا آره دیگه یه برنامه داشتم ما 4 تا کارایی که توی 20 رپ ریلیز میشد و اینا بچه‌ها میومدن ریاکت میرفتن. اول برنامه‌شون هم بود فکر کنم قسمت دوم سوم بود. یکی از کارهای من بود خاکستری مایل بزد. خیلی من با اون ریاکت حال کردم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا ریاکت میرفتن. یعنی آره اینجوری نبود که مثلا یارو میاد میگه اوه what the fuck man this is fucking good shit. چه ریاکتی آخه مثلا به فوش میتونم بدم؟ ببین مثلا میومد میگفتش فرشاد میگفت این مثلا اینجای کارش مثلا ببین این نوآوریو داره آیا میزد میاد جلو مثلا دارم مثلا نیما بچه مثلا بچه‌ها تحصیل کردن حتی استاد دانشگاهن. ریاکتشون خیلی خوشگل و واقعی بود. بعدش هم حالا لطف داشتن منو دعوت کردن تو برنامه‌شون رفتیم. یادم نمیاد من اون روز آبجو بردم اونا دل استر داشتن یا من دل استر داشتم اونها آبجو داشتن، هر چی بود که خیلی خوش گذشت. پیش اومد. اونجا رفتیم حالا دعوت کردن بچه‌ها، خیلی بچه‌های دلی و باحال نشستیم و اون فیر استایل که حالا بالا همون برنامه ما 4 تا بود من زنده هم خوندم، خیلی حال کردن. کلی رپ بازی کردیم و کلی بعد از اونم چند بارم دیگه رو دیدیم و بعد دیگه بچه‌ها دیگه گولاخ شدن و خفن شدن و دمشون هم گرم. سازمانی نوشته مانی پول سینگر سازمانیه. اسم ترک خاکستری. هی مرد یه دقیقه واسا چیزی نمیدونی تو از سازمان خبری شد بده واتساپ چون که شب با بچه ها توی باشگاه میزنن دم به لب فاصله تا کم شه با من رپو میگم اگه من تو نشونم نده شب آهنگو میرم بیخیال بذار سیاست چقدر قوی تموم کرد. آره باری چاچا شاخ اومد و رفت. ماشاءالله. میشه یه بار دیگه اون دراپ اولش میشه. احسنت. بهترین ترکی بود که تا حالا تو این سری گوش دادیم. اسم من یکی از چیزهایی که رفیقم خیلی دوستم دارن، رفیق خیلی داشتم الان 3-4 تا شاید 5 تا، اینه که اون موقعی که مثلا سال 97 96 اینا به بعد که حالا ما خیلی مثلا خوب بودیم و خیلی شناخته شده بودیم، فعالیت زیاد داشتیم و حالا به اصطلاح معروفتر بودیم، من همین پدرام بودم. رفیقم اگه همکلاسیم زنگ میزد حاجی کجایی فلان، جونم داداش میدونی الان میام مثلا با هم یه دونه بچاقیم، اصلا این کثافت عوض نمیشه فلان. چه موقعی که نمیدونم مشکلات شخصی داشتم، کار اومد پایین، راندمان موزیکی اومد پایین، اینا بازم همین بودم. خیلی برام فرقی نمیکنه. نه همین یه پیج زیباست نشان آدمیه. گوهره دیگه، داستان گوهره. آره گوهر اون درون مایه درونیه دیگه، میدونی. آلبوم گوهر کی منتظرش باشیم؟ آلبوم گوهر رو والا من این سوال خودم هر روز دارم از خیلی‌ها میکنم. آفرین. به 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 به. از کی سوال کردیم؟ داریم حتی اینجا که سری بچه‌ها هستن. پشت دوربین بغل دوربین. بالاخره حالا هستن بچه‌ها خیلی دست تو کار، باید سرعت بیشتر بشه دیگه. کار به جایی رسه من یه استودیو همراه درست کردم، فکر کنم به ناصر گفتم. آره ساکه که تجهیزات استودیو توشه، فقط یه چیزی رو دادم اون کیه بتمن و کاراشو درست میکرد واسش، دادم اون بزنه که اینجوری واشه، اینجوری یه دونه ددروم فقط باشه دیگه. کار ددروم خود راه بندازی دیگه فعلا. آره ولی دارم میکروفون و همه چی دیگه، فقط کارت صدا تو خود میکروفون. آره همه چی پورتیبل. این دیگه خیلی دیگه بهم فشار بیاد تو ماشین، بچه‌ها دیدن سریع رکورد میگیرم، میگم این تودش دیگه تا استودیو نمیخواد بریم میکس سر هیچی.
میکس با بی‌حسی. یه دونه باید داریم بنا درست بکنی. حالا فعلا سمنده دیگه. نه تبلیغات بزنی. آره در محل. اصلا تو استودیو میزنی میگی آقا رزرو میکنی مثلا ساعت 4 در خونتون. در خونتونه. من احتمالاً این بیزینس رو شروع کنم. طرف کیفم میکنه. من شروع میکنم. آره اگه اسپویل نشه همینجا با هم دیگه این بیزینس رو شروع میکنیم. منم پایم. بزنیم. استودیو سیار تو دیوارم میذاریم قشنگ راحت خدا. یارو میخواد بخونه دهنت سرویس میشه بخوای تو این ترافیک تهران بری استودیو. ای رپر تازه کار ناشی. اونم چی اکثر استودیویی که مرکز شهرن. اصلا کلا مرکز شهرن. اطراف شهر دیگه استودیو به قول گفتنی کت و کلفتی حالا زیاد نداریم. فقط با ترافیک بکشید. ترافیک. ولی استودیو رو با ما در محل خودتون داشته باشید. خوبه؟ ما خیلی کار فروش و اینا هم کردم. فروش میکنم. خب بالاخره بعد از چند تا برنامه گردونه شانسمون هم آماده شد و میتونیم به صورت فیزیکی این آب یخ چرا رو آب یخه اینو بذار دیگه گذاشتیم بای دیفالت. آره یه جاهای چیز باشه. خب یه سری آیتم جالب داره. جالب این بیشتر گردونه چیز نه عزیزم تجاوز نه کن. جایزه نقدی داریم 500,000 تومان. یه آیتم داریم که خودش باید بگه. خودش یعنی کی؟ خودش. او خودت بگوه. مای فیور. یه آیتم هم داریم که باید بری تو اگه بیفته باید بری تو شلوغی مترو از خودت فیلم بگیری رپ کنی فری استایل. اون موقع که مترو نبود و فیلم نبود. چون میدونستم بچه روداری هستی. آره میکنیم. یه دونه تئاتر امتحان چرخشه که بچه‌ها لطف داشت پیشنهاد کرد منتها خیلی دوست داشتم برم. گفت تو راحتی رو صحنه و اینا. یه آیتم رپ داشت. 1 سال 2 سال هم اجرا داشت. تو شرایط جوری نبود برم. ولی کلا دوست دارم مثلا زنده لایو. راستی شنیدم که تو سینما فعالیت داشتی. آره سینما، سریال، تلویزیون، شبکه خانگی. با کی کار کردی؟ بیشتر حالا پدی پلاس خیلی توی این قضیه دست داره. یعنی هم اخلاقی فوق العاده است، هم رفاقتی فوق العاده است. واقعا بچه نامبر 1 و 20 خیلی با معرفت، خیلی تو کار حرفه‌ای. حالا الانم بیشتر فعالیتشو برده سمت تبلیغات موزیکال و اینا. هر جا هستش که حالا با هم صحبت هم میکنیم ولی امیدوارم که بیشتر از قبل بهتره کنه. آفرین. ولی فیفا شرطی خودت میدونی. فیفا هم شرطیه. مهمون بعدیمون به صورت آنلاینه. پدرام مهمون بعدیه. پدرام که منم البته پدی مهمون بعدیه. برنامه بسیار جذابی. از دست ندید. منو میشناسی همون که زده مغزو بیچاری و منو رفت قدشون میدیم یه الگوریتمایی که بگی تا حالا ندیدم مثل شمع و هیچ جایی جواب با هم دیگه شهرو میپاییم تو نرو میچایی با سفر بشوری دم کنی چایی بعد میذاری زیرش هم یه دم کنی تا این کار جدید مثل قوباس تو ما پخش کنیم نیستم کرده پسر از وقتی پدرم مرد میشه تو لکه مغزم انگه بهتر میشم بپیچم گل. آقا بریم برای اجرای بعدی سازمانی شغال. بیاید بچه‌ها بیاید تشریفشون. پدرام جان میریم سراغ گردونه شانس. بله زود چقدر سریع. خب ببینیم چیکار میکنیم. میخوای ببین سوالی چیزی دیگه نمونده چون این آب یخ دارید؟ آب یخ هم داریم اینجا. آب یخ هست داره؟ آره آماده است. ناصر اصلا کلا گفتم من استرس محیطی میگیرم و اینا. پوچ آره راست میگی. آقا پس بریم اونجایی که 60 37 69 75 40. وای آب یخ شانس منو اصلا یه مدتیه که ببین همون آیتمی که خار بابا آخه تو حساب کن این همه پیامبر زارت باید آب یخ آخه جرجیس آخه یعنی آب یخ این چیز نداره فرصت اشتباه. بعد اینو شما آزمون و خطا که تستاشو داده این تستاشو داده مطمئن این شاید اصلا همیشه رو آب یخ وای میسته مثلا شاید من چه میدونم. دیدی میتونم بین تقلید صدا و آب یخ. خلاصه که رفتی به گاج. آره دیگه احتمال خیلی زیاد. آب یخ هم پس داریم یا آیتم آب یخ هم داریم دوستان. خور این شانس اونو چه سریع رفته داره آب یخ آماده. آقا مصاحبه داریم ادامه. بچه‌ها از پشت صحنه دارن آب یخ آماده میکنن. خب الان که نمیخوای بری زیروم همین الان. خب
موها و اینا همه میریزه پایین. صورتمو میکنم مثل این فیلم جاسوسی اینجوری. آها نه آخه اینا گفتم تافت و نمیدونم کانسیلر و کانزادیلایسیون و یعنی گردونه رو داشتی میچرخوندی، هادی دستش به شیر آب بود یه جوری من نمیدونم سرب گذاشتید چیکار کردید، آهنربا گذاشتید، مطمئنید که انگار آب یخ قراره بیفته. تو انقدر که دعا کردی آب یخ بیفته. من نمیدونم، بینندگان عزیز شما قضاوت کنید. ما برای اینکه گیریم پدرام جان به هم نریزه آیتم آب یخ رو گذاشتیم آخر برنامه که حتما اسنایپر شماره 2 پیرن آبیه بغل منو بزن. که آیتم جذاب و دیدنیه. دوشک بوم پای کاغذا تا غذا بیاد کاپیتان صحبت میکنن و توشم بوم لایه اوزونم لایه توپ بود، توپ نبودم واسه بدتریت، همش دود نبود دستم و رنگ پریدم، پر روز نبود ای وضع بدتریت، دود میکردیم چوب شورا رو شوت بودیم شوتی زر تقسیم میشد هرچی جمع میکردیم منفی نبود توش یه زر، تورم نداشتش پول برره مظلمون بودش قول مرحله آخره کی بودیم ما توی محله الا سرپاییم ما به زور علفه رو هی میکاشتیم شب بشه هاروستمونو یادت هست با یه ساک هدفون تا استخ توی سیس پیاده نه با اسنپ نگو اون روزا رفتش و جاشو گرفته این دروغا، این زندگیمون شده اروپایی دیگه هممون رفتیم اون دورون پایین، خونه هامون هم پشتی بود سقفش هم میزدیم با چادرها یکی نی اونجوری ماچمون بکنیم جاهای ماچا رو پاک، تخمی نبوده شانسمون شانسی بودش تخممون، هم دیگر رو راحت بغل میکردیم و بازم پیش هم بودیم تون به تون. پدرام جان ترک مثل ما کی دیده رو آره با ناصر جنرال بیا چرا با هم خوندین. ناصر جان خودت نازک میکنی باریک میکنی. ناصر اشتباه زندگی هر کسی که بخواد اولد اسکول باشه و همراهمون باش. اشتباه زندگی هر درود و اش بدرود به شما همراهی عزیز. خب واسم آره دیگه این زرده تخم مرغ عسلی میمونه. یعنی اگر اولد اسکولید اشتباه زندگیت بزرگترین اشتباه زندگیتون اینه که با یک تراپیست میگن دیگه آره تراپیست هم یک تراپیست اسکاچ تمام زندگیش ترپ بوده، حتی خودش هم خیلی با تمپو پایینی زندگی میکنه و شل سیر شل سیره. خب ما خیلی سال رفیقیم. بگو عمو تعریف کن. عمو جان تعریف کن. مثل ما کی دیده که بعد منچستر اول. خب آره حتی قبل میلان. ولی چه سالی هم من دارید دقیقا؟ اصلا چجوری با هم آشنا شدید؟ خب خیلی سال رفیقیم. تو کدوم کافه با هم آشنا شدیم؟ یادم نمیاد. اصلا کافه نمیرفتیم ما. من تنها رفیق قدیمی خب من اصلا دقیق یادم نمیاد. میره یه جایی به بعدش تو مه واقعا آره. یعنی یه چیزی نیست که مثلا فکر کنم مثلا 5 سال 10 سال پیش بوده. خیلی سال 6 سال پیش همین چند وقت پیشا بود. تو اون ویدیو یادمه که کیارپ و اشکان هم بودن. آره کیا که خب رفیق همونجوری این ناصر خیلی قدیمی، خیلی ما بچگی مثلا رفاقتمون هم تئاتر بود. تئاتر کار میکرد و منم به عنوان حراست و مثلا بازیگر و اینا رفته بودم اونجا، بازیگری بودم که حراست اون چیزا مجموعه هم با من بود دیگه، هم هنریشو داشتم هم دیگه اون بحث موزیشن داشتم و لاتوازیشن اینا. کیارش هم خیلی خوش استعداد و رپ میخوندیم و اون موقع اون میخوند من میخوندم. آره بعد رفاقتمون به مثلا ناصر دو رقمیه. بعد اشکانم که داداشی اشکان واقعا اشکانم خیلی قدیمیه رفاقتمون، ولی خب خیلی دیر به دیر هم دیگه رو میبینیم خیلی، ولی خب همون مثلا بعد از 8 سال که هم دیگه رو میبینیم انگار همون 10 دقیقه پیش. بعد کارا رو بخوای بگیم چه جوری جمع که اشکان اومد اونجا تولد تو بود فکر کنم، روز قبلش تولد من بود، یک تولدی بود، یه تولدی بود که من یه عینک از ناصر گرفتم، تولد من بود فکر کنم، عینک رو من گرفتم گفتم اینو یادته به من کادو دادی؟ میگفت این چیه؟ گفتم عینک هست که تو بهم کادو داده بودی. گفت کدوم کادوی چی؟ عینک رو من نشون داد بعد من نگاه کردم اما تصویری گرفته بودم، گفتم این یه چیز باحال میخوام نشون بدم. عینک رو صورتی هم بود، چیز خاصی بود، مثلا چیز معمولی نبود. گفتم این گفت چی ابروهات؟ گفتم نه این آره چی موهات کچلتر شدی؟ ناصر عینکه بابا یزید
آها عینکه، آره خوشگله. گفتم آقا تو اینو به من کار. آره بعشی هم اومده بود و طبق معمول اون موقع هم حالا دیگه دوران جهالت و دماغا رو سفید می‌کردیم و اینا. فرداش شد ساعت 3-4 صبح بود فکر کنم. پدرام من بیتر رو زدم. منم رفته بودم بیرون یه ذره خوراکی گرفتم اومدم نشسته بودیم می‌خوردیم و کره می‌کردیم و اینا. 7 درود و 8 بدرود به قول ناصر. من توی اون کار خودم هم حضور داشتم. من میکس آره هادی میکس کرده کار کلا ریشه داره. کار تیمی بود. سر فیلم برداریش بی ام و بنز و فلان و داستان و او پس کار عجیب. یکی از بچه‌ها قرار داشت پشت فرمون نشست گفت این چرا روشن نمیشه؟ گفتم خب بلد نیستی دیگه بیا اینور. بعد کارا رو همینجوری آره دیگه ناصر بیتو زد و گفت من این بیت رو زدم بیا ببین چجوریه. گفتم چه بیت خفنی زدی. همونجا نوشتم دیگه یادته که عمو جنرال آن د بیت نوشتم. آره هی مثلا میومد اونجا مثلا واسه من فصل می‌خوندم. آها به چیز جالبی اشاره کرد. ببین به نکته جالبی اشاره کردش ناصر. کلا به نکته جالبی اشاره می‌کنم. چون من شنیده بودم به تو میگفتن امینم ایران. ما دیدی تو باش خب دست ندی فقط خدافظی مهمی توی راهش فقط بخوای تو قرازشی فقط مهمینه الان کلت تو میکوبی کجا به چی مثل ما کلیده پخ مثل ما کلیده مثل ما کلیده پخ کلیده مثل ما کلیده پخ مثل ما کی اشغالاتی انتحاری افتخاری ری مثل ما کلیده پخ قفلیم کلیده پخ نمیگه توی لولم چی برده خودشو میبینه. آره من داداش تمام سبکای رپ رو دوست دارم. میگم دیگه ببین ما خیلی قدیمیم مال دوران جوراسیک رپیم. بعد مثلا اون موقع ها مثلا الان مثلا به یارو میگی رپر میگه امینم کندریک مثلا فلان مال زمان مثلا ماب دیپ و دیگه مثلا دیگه اومده بود و بعد حالا توپاک و بیگی که دیگه خیلی خاص شده بخوای بگی ولی بونتاگ زن هارمونی مثلا من خیلی دوست داشتم. اون چیزشون که اون هروئینیه بود بلند اسمش یادم رفته چیچی بون بود. اصلا این میخوند من پرام میریخت انقدر این فلو بازیای خفن و انقدر به قول گفتنی رایمای عجیب غریب. اصلا اون موقع این چیزا نبود که مثلا خود توپاکش هم خیلی خشک میخوند. بعد به خاطر همین همه سبکا هم ترپی که ناصر خیلی سال جلوتر از ما تو ترپ بود و اینا من خوب توش فعالیت کردم، هم چاپر کارهای فست و اینا هم کارهای معنایی. پس میتونیم بگیم که چاپر ولی سبکم گنگه داداش گنگستر. بیاید جلو بیاید بگنگیم بیاید با هم بگنگیم. نگاه پدرام جان توی رپ خودت چقدر قبول داری؟ خیلی از 100 داریم بالاتر سه رقمی. توضیح بده. کار دیگه 101 مثلا 102 103 رقمی هاش. ببین رپ یه کالچره و در همون زمینه یه لایف استایله. ما خودمون اصلا اون موقع مدلمون اینجوری بود که ما که رپ میخوندیم رپی نبود. پس خیلی روش ارق داری. آره 100%. ما اون موقع مثلا یکی کلا کپ میذاش میرفتیم بودیم یا بخون یا پسشو میزدیم کلاشو میگرفتیم در بیار. آره یا مثلا یکی لباس گشاده. اون موقع اینجوری مد بود دیگه. دو دسته بودیم، یه متال بازا بودن که موها سیخ سیخ همه کسخل مسخل بودن، یه دونم چیز فاز متین دو هنجره مثلا یارو میگرفت لباشو سیاه میکرد خط چشم بابا خار. بعد یه دونه مثلا رپرا بودیم. رپرا حالا مثلا لباس لشو نمیدونم گردنبند مثلا من خودم تا اینجا زیر واقع اینا گردنبند مینداختم و اینا. حالا کلا کپی دیگه مثلا دیگه خیلی مثلا امضای خیلی چیزی بود کلا کپ مثلا که توی یه دونه کارم میگم ریدم تو اون رپ تو اون کلا کپت فلان. آره گنگ بود داستانش. به خاطر همین رپ ببین باید قدرت داشته باشی تو رپ. رپ یه چیز چند وجهیه. همون داستان این که خب من یه آبانی ام خودت میدونی و آبانی ها کلا شکل میگیرن تو هر ظرفی آب و بریزی شکل میگیره. من میگم آقا تو رپری باشه اصلا یه سبکم کار میکنی من همه سبکا رو کار میکنم. خب درسته. تو میای روی یه دونه مثلا از اون محوریت کارتو مثلا میذاری روی یه دونه از قسمت‌های کارت، من میام میگم نه من هم تکسمو باید خودم بنویسم هم باید خوب باشه هم باید معنی داشته باشه هم باید قافیه داشته باشه هم باید رایم داشته باشه هم باید یک نواختی نداشته باشه. خیلی چیزا حالا پدی مثلا پدرام نه پدی
پدی مثلا یه مدت خودش کلاس داشت آموزش میداد، این چیزا رو من دیدم که مثلا به شاگرداش میگفت، یا خود ما حالا یه تایمی کمک میکردیم به بچه‌ها، کسایی که دوست داشتن اکثرا میومدن مثلا به من دایرکت میدادن که مثلا میخوام یاد بگیریم و اینا، این چیزا رو بهشون میگفت. آره دیگه ببین رپ ادعا داره دیگه، پس مثلا چجوریه که میشه امینم فلان میره تو کلاب دهن همه رو سرویس میکنه میشه نامبر 1؟ منم داداش میگم هر کی دوست داره بیاد. رپ دیگه بیاید داره بیاد بگنگیم. آماده گنگیدن، خیلی آماده تو همه زمینه‌ها آماده، ولی در صلح و صفا در زمینه‌های دیگه رپم تا تهش هستم. هر کی بیاد دوست داره بیاد بیف کنیم بجنگیم. پدرام یادم قبلا گفته بودی بهم که کاراتو CD می‌کردی، CD ها رو کپی می‌کردی، رایت می‌کردی، می‌رفتی زیر برفاکنه ماشینا می‌ذاشتی. آره ببین اون موقع‌ها مثلا الان نبود که مثلا من الان به تو زنگ میزنم رضا این یه تیکر رو واسه من عوض کن. یارو میومد میگفت فلان مترو بود قرار میذارم CD آهنگو میداد، ما وای میسادیم بابامون شب از سر کار میرفتیم تو ماشین CD رو میذاشتیم گوش میدادیم، مینوشتیم ثانیه فلان زنگ میزدیم خونه‌شون، مامانش جواب میداد مثلا میگفت پسرم الان نیست کرج، مثلا میرفتیم ته دنیا یه دونه هوم استودیو بود. مثلا الان نبود که بتونی اینقدر راحت مثلا زنگ بزنی آقا اینو عوض کن فلان کن. یه پروسه مثلا 15 16 روزه داشت، دوباره یه مترو دیگه قرار میذاشتیم دوباره مثلا ریمیکسش میاد. بعد CD بود دیگه، ما هم رسانه و اینا نبود که همون جوری که حالا تو یکی از این جریمه هاتون بود تو مترو بخونیم با همین کیا رپ اینا چقدر این کارا رو می‌کردیم، یا مثلا فری استایل می‌رفتیم مینداختیم مثلا با مترو می‌رفتیم چقدر مردم مثلا اذیت می‌کردیم و اینا. حالا فکر کن مثلا یکی از اینا بهت زنگ میزد مثلا میگفت داداش من این CD رو گذاشتم، این چیه به من دادی؟ ترک سه خش خش میکنه این چیه؟ آخه اول ترکی نبود که یه دونه مثلا آهنگ می‌خوندیم می‌ذاریم رو CD می‌ذاشتیم رو ماشین مثلا دختر همسایه باباش رو ماشین اون یا چه میدونم مثلا میرفتیم حالا واقعا پخش دابلیکیتور بود اون موقع، حالا خیلی یادشون نمیاد دابلیکیتور بود میذاشتیم مثلا 7 8 تا CD با هم دیگه تکثیر می‌کرد. داره کسی زنگ نمی‌زد شماره نمی‌ذاشتیم اگه کسی ترک سش خش خش می‌کرد از همین تریبون میتونه بیاد جبران می‌کنه زنده میخونه حلالیت داره میطلبه. خب رسیدیم به بخش جذاب آب یخ. پدرام جان یعنی من تو بانک قرعه کشی شرکت کنم 4 ماه زندان بهم میفته دیگه اینجوری است. بعد یه چیزی الان این مگه قراره حرارتش تو فیلم بیفته مثلا که انقدر یخه؟ نه دیگه یخ چون انقدر واقعی، چون انقدر ریل گفتی واقعی باشیم. واقعی باشیم آقا، واقعی باشیم. چه اون دو ساعتم ضد آبه. خودت چی؟ خودم ضد گلوله‌ام. بیا بریم آقا بریم. ای بی وجدانم بابا برید. آها اینم شانس مایه. خب به آخر برنامه رسیدیم. پدرام جان حرف آخر، نکته‌ای، حرفی، سخنی؟ حرف آخر اینه که من همیشه یه چیزی رو تو زندگیم به کسایی که دوستشون هم داشتم همیشه گفتم، اینجا هم جا داره بگم دیگه چون بچه‌ها شاید حالا به دردشون بخوره. مهمترین چیز تو زندگی خانواده است. درسته. فامیلی. آفرین. حتی همین جایی که ما الان نشستیم ما یه خانواده رپیم، یه خانواده موزیکیم 100%. و اینه که همیشه تو اولویت منه. من الان حتی شاید خودم مثلا با یه سری از اعضای نزدیک خانواده‌ام حتی یه ذره جر و بحث هم داشتم، ولی همیشه قلب فقط واسه خانواده باید بزنه و هر جایی که آدم میرسه خواسته یا ناخواسته بالاخره دمشون گرم. همین که به دنیا آوردن بزرگتم کردن بازم دمشون گرم. و اگه تو همه کارا بچه‌ها همینجوری فامیلی طور پیش برن، گروه میشید با هم کار میکنید. ما خیلی گروه‌ها داشتیم با خیلی از بچه‌ها معروف غیر معروف. گروه شدن یعنی اینکه واقعا فامیلی طور کار کنید با هم. خب پدرام عزیز، ما از طرف برنامه یه هدیه ناقابل و یه تندیس به رسم یاد بود و اینکه تشکر کنیم که در برنامه ما حضور داشتی. شاکریم، باعث افتخاره. دمتونم گرم. ممنونم. آمین. با افتخار تقدیم شما گرم. مرسی، باعث افتخاره. فقط اگه ممکنه متنشم بخونیم. تقدیم به پدرام سازمانی، برنامه میکروفون باز 1404. به به. مبارک. دم شما گرم. سلامت. خیلی عالی. مرسی. شاکریم دیگه بالاخره. مرسی که ما رو دنبال کردید. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. ممنونم. رپی زندگی کنید، شاخ بجنگید، لات بمیرید. زود دست دادم ها. آره. دمتون گرم. مرسی بچه‌ها. خدا. شاکریم. یه بار دیگه. شستم شکسته بود ولی باشه.
خسته نباشید پدرام جون. چاکرتیم. نه دیگه یه دونه اینجوریه. آره یه این راست. آره گفتیم دایناسور اومد. اینا هم روشه دیگه. آره اینا باش. آها این چیزشه، این درچسبشه دیگه، الان فاقد گارانتی شد. آره چی؟ حالا اینو با من بودی؟ هم یه چش تو چش تمام. یارو تو میگه بابا داریم مثلا رپ داریم میخونیم مثلا کلمه در نیومده تا حضرت علی چجوری میگفت من شهر علمم از من بیامون، من شهر چیزم، شهر باستان رپم دیگه. هر سوالی از زیرزمین های باستانی رپ هست. کجای دنیا رفتی که اینجوری؟ این یارو چیته بود تو جی تی ای میزد یا اینجوری آب بود؟ باف میاب توی چیزم یه کد دیگه داشت حسایام که پول زیاد میکرد. این حسایام من یاد نگرفتم. تو جی تی ای خوب میزدم اونجا. خوب جی تی ای چیز بود وای سی تی یه کد داشت به نام آسپرین. پلیر رو فقط آخرش تو چی بود گردونه شانس ما باید خیس میشدیم دیگه. من نمیدونم واقعا. آقا دوستتون دارم. پیس اوت. Peace shit out.